سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدید. بچه ها امروز میخوایم توی ماینکرافت یه دونه خونه مدرن بسازیم که امیدوارم خوشتون بیاد. بزن بریم. برای ساخت این خونه مدرنمون بچه ها اول باید 11 عدد بلاک ماسه بذاریم. ببینین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حالا بچه بعد 7 عدد بلاک چوب بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7. از این طرف هم بچه باید 16 عدد بذارین. 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16. حالا بچه اینجا باید 4 تا اطلب بذارین. 1 2 3 4. حالا از اینجا بچه باید 11 عدد بلاک بذاریم بریم به این طرف. 1 2 3 10 11. اینا رو بچه با هم دیگه وصلشون کنیم. حالا بچه اینجا هم 16 عدد بلاک چوب بذارین. 1 2 3 4 5 13 14 15 16. حالا به اینجا وصلش کنیم. الان بچه بعد 2 عدد بلاک روی این بلاک های ماسمون بذاریم بیایم بالا. 1 2. الان بچه ببینین اینجا باید به فاصله یه دونه بلاک 7 عدد بلاک آبی روشن و آبی فیروزه‌ای بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7. خب حالا اینا رو بچه بعد از این طرف هم 10 تا برین به این بر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب حالا اینا رو بچه بعد به هم دیگه وصلشون کنیم. حالا بچه دور اینو باید کاملا بپوشونین دیگه با این بلاک های ماسه. خب حالا بچه ببینیم بعد کاملا این بلاک ها رو تا پایین بیاریم. این پایین هم بچه بکنین بلاک آبی بذارین. بچه باز دوباره بارون گرفت. حالا بیایم اینجا بچه این بلاک های چوب رو درست کنیم. حالا بچه بعد این 4 گوشه اینو از این بلاک های سفید بذاریم بیایم بالا. 1 2 3 4. اینا رو بچه به هم دیگه وصلشون کنیم. حالا بچه داخلش رو بلاک چوب بذاریم. برای طبقه دوم هم بچه باید 4 عدد از این بلاک های سفید بذاریم. 1 2 3 4. حالا بچه اینو باید بیارینش تا این لبه. 1 2 3 4 5 6. ببینین حالا اینا رو بچه به هم دیگه وصلشون کنیم. بچه بعد این شکلی بشه. ببینین الان بچه ببینیم به فاصله یه دونه بلاک دیوار رو بچینیم. حالا بچه از این طرف 4 عدد بلاک شیشه بچینیم بریم به این. 1 2 3 4. از این طرف هم همینطور. 1 2 3 4. خب این وسطش هم بچه دوباره چوب بذاریم. خب حالا بچه بیاین طبقه پایین اینجا رو هم بعد از این بلاک های چوبا بذاریم. خب این طرف هم بچه کاملا شیشه بذاریم. خب حالا بچه این پایین هم بعد 5 عدد شیشه بذاریم. 1 2 3 4 5. از این طرف هم همینطور. 1 2 3 4 5. 2 تا از اینا بذاریم. اینا رو بچه باید ببریم تا بالا. حالا شیشه ها رو هم بچینیم.
الان هم بچه بیایم این بغل رو درست بکنیم. ببینین 4 عدد بعد بلاک ماسه بذاریم. 1 2 3 4. حالا بچه بعد 2 عدد هم مطلب کنار هم بذاریم تا پله ها رو درست کنیم. الان هم بچه این کنارش رو باید کاملا پرچین بچینیم. درست شد. حالا بچه بعد بیایم اینجا کاملا دورش رو نرده بکشیم. حالا بیایم بچه استخر رو کنار استخر رو درست بکنیم. آبم بریزیم داخل استخرمون. خب حالا بچه بریم گلدون درست کنیم. ببینیم بچه به فاصله 2 تا بلاک بعد اینجا یکی در میون 3 تا گلدون بزنیم. خب حالا بچه بیایم اینجا درم درست کنیم. بیایم اینجا بچه 2 تا گلدون درست کنیم. اینجا بچه یه نردبون درست بکنیم برای بتونیم بریم بالا. حالا بچه اینجا یه دونه میز درست کنیم. این طرف هم درست کنیم. حالا بیایم اینجا بچه تخت درست کنیم. حالا بچه اینجا رو میخوایم کتابخونه بذارم. حالا اینجا بچه یه دونه میز درست کنیم. حالا بچه اینجا می چند تا تابلو بذاریم. بچه ها خونه مدرنمون تموم شد. حالا بذارین دورش رو بهتون نشون بدم. خب ببینین حالا بریم داخلش.
طبقه اول بچه ها، بریم طبقه دوم. اینجا بچه ببینین کتابخونه گذاشتم، اینجا 2 تا تخت، زنگوله. بریم بچه اینجا رو ببینیم. اینجا بچه ببینید استخر گذاشتم. خب بچه عشقای من، دمتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا همراه من بودین. خیلی دوستتون دارم. حتما یادتون نره توی نظرات برام بچه نظرتون رو بنویسین و اگه پیشنهاد یا انتقادی هم دارین برام بنویسین. خیلی خوشحال میشم. فعلا خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگه.